وای نه باشگاه مردونه است داشت. از اون هیبت یارو خجالت بکش. ولی خدایی سفیده. بذار مهمترین سوال ریاضی که هیچ دانشمندی تا به امروز اصلا نتونسته جواب به قطع 100% بهش بده رو ازت بپرسم. به نظر تو آیا ایران درست میشه؟ اگه نظرت اینه که آره خب اوکی ایران درست میشه، بهت پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینی و اگه بازم تونستی تا آخر ویدیو رو نگاه کنی و بازم نظرت اینه که ایران درست میشه، من دیگه حرف ندارم. بهنام به امام حسین گیره بهنام طوری میکنن چوبونه فسکش کی تیکه میکنن بهنام چوبونه کچل خارپسته با تو هم بینامود. مردا اغلب ریشو، شکم گنده، کچل، بد لباس، خیکی، یعنی اصلا قیافه ها عوضی، ریش، پشم، نمیدونم از هرچی از موشون کم میشه به ریششون و سیبیلشون اضافه میشه. یعنی واقعا هیولاهای خیلی جذابی نیستن از نظر من. برای ما کیو نگاه کنید؟ زنای خوشگل، خوش‌هیکل، خوش لباس، خوش بر و رو. خب اونا رو باید نگاه کرد. این هیولاهای پشمالو رو Shut the fuck up. چه اتفاقی داره میفته؟ اوه ماشاءالله برو. بچه چی به تخمش نیست. چرا شبیه صندلی دوچرخه شدی؟ تولدت مبارک آقا بیان. تولد 3 سالگی آقا بیانه. وای بله تحتقالی خونه. تحتقالی کت شلوار پوشوندیش. خوش اومدی به زندگیمون مامان. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. اون موقع من تا 10 سالگی نمیدونستم تولد چیه. بعد از 11 سالگی تازه فهمیدم من هر سال بعد به دنیا اومدنم جشن بگیرم. او یه موجود عجیب غریب مشاهده میکنیم در حال زنگ زدن. بیشی زنگ میزنیم. الو سلام مامان چطوری؟ به مامانش زنگ میزنه. خب مامان یه سوال. مامان من گیم. نه تو اوبی. یا ابوالفضل ماشاءالله حاج آقا انعطاف رو برم. من با این سن نمیتونم این حرکت رو بدم. داداش مارمولک که تو هموم ما از تو بیشتر عضله داره. دست توه. مسی داره تو احسان رود بازی میکنه. ماشاءالله. اوه مسی یه دکتر این چیه؟ مسی آموزجانی مناطق محرومه. ببین شبیشونن ولی اصلا شبیشون نیستن. نمیدونم میفهم چی میگم یا نه. مسابقات جهانی من و حامد. یا ابوالفضل داشت تو مسابقات سنگین وزن شرکت کنی نفر اول میشی با این سنت. خب داداش این دیفالت هیچ کاری هم نکنه تو میمیری. الان میندازت شلاق میشی بدبخت. سلام بچه ها، این دفعه من درود در بینندگان عزیز. درود. خرمن پولدار این شهر من همیشه این خرمنم. اگه در خطری پلیک بزن. من خره گوش دارم من خرم. پلیک نزد بچه در خطر نیست. بسته پسر تا کی میخواد این راه ادامه بدی؟ تا فردا میخوام ادامه بدم به این راه. تا ساعت 12 ظهر میخوابی توقع رشد کردن داری؟ من تا ساعت 8 صبح میخوام اصلا حالا که اینطور شد. تو هیچی نمیشی تو نمیخوام. نه من همه چی دروغ نگم. من پسر خوب مامانم. بلند شو فریاد بزن بدار همه صدا تو بشنوی. کیف پول طرح محمد رضا گلزار. وسط من میتونم زندگی کنم. مهدی تو قیافت بیبی فیسه. چیه؟ بیبی فیس. بیبی چی؟ بیبی فیس. دوست داره عشقم. تو این سن رل زدی عمرن اگه بگیرتت 13 سالگی زدی 14 سالگی گرفت عروسی رفتین. وای نه
نه باشگاه مردونه است داداش، از اون هیبت یارو خجالت بکش. ولی خدایی سفید ها. مردم GTA جدید 2025 خیلی هیجان دارم. یه یاروی 3 ماه پیش دانلود GTA 6 برای اندروید داخل کرج اومده برای نانامی خط گرفت. What the fuck؟ خدا رحمتش کنه. اینو دوباره انجام بگیرید خیلی پرو شده. پرو. اوه بابات مرد خفه شد تو افق محو شد. ماشاءالله پهلوان جوان مرد. موقع پیتزا خوردن ایسته به کارو نکن. یه پیتزا گیاه سس نری یا فلفل نری تا ته نخورش. وقتی یه پیتزا خریدی و میخوای ازش محتوا در بیاری. الان بچه‌م مثل GTA اومدم با یه چیز خفن، با یه چیز نیاز. با چی اومدی؟ برو ببینم. اومدیم امروز چیزا رو نشون بدیم. چیزا چیه؟ اومدیم دفترای به خدا دفتر مدرسه تو بخوای نشون بدی کلاه میره تو همون. بله همونطور که میبینید اومدیم بر اینجا هم امیرحسین تو حالا 4 ثانیه از عمر منو گرفتی تا تش بخوای اینو نشون من بدی؟ ازت متنفرم. یه روزی کارباشو پس میدی پسر. وقتی میکروفون خریدی و میخوای ازش نهایت استفاده ببری. سوال داشتم. آها. یک طریقه برای ما یاد بدی که دیگران بگن ما هکر هستیم. بسیار خوب. اول برای من نماز کرده؟ بله. برای سیمدی نوشته؟ بله. اینترنت کو سفید کلام. تشکر استاد. خوش. اکنون شما یک هکر هستید. پشمام اون یاروه تو فیلم ماتریکس بود. اوه وحشی قرمز شد. خدا فکرم پشه فکرم پشه. ایستا پشه رو اونجوری میزنی. رفیقم چیزی به پشت دیوار چلاق چرای اوقاب در نمیاره. من فکر کردم این نوع آدما تو اون پایین شهرها هم دیگه منقرض شد نسلشون، ولی مثل اینکه هنوز هست. آخه چاقو دیگه کی میذاره پشتش؟ الان دیگه همه کلت میذارن پشتش. ببین آقا من زمانی گرگ روزگار بودم، حالا که توبه کردم آهوها هم برام شاخ شدن. ای کلاغ برو به آهوها بگو بکشم بیرون از من، تو قلمرو من با احترام وارد شن. قلمرو شما نهایت ورودیتون نه گفتم. اگه فکر کنی ایران درست میشه کامنت کن ایران درست نمیشه. ببینم چند نفر فکر میکنن ایران درست میشه.